عوارض جانبی خفیف تا متوسط واکسن طبیعی است. وقتی ویروس وارد بدن می شود، بدن به آن واکنش نشان می دهد. علائم رایج مانند تب و لرز نتیجه مواجهه سیستم ایمنی بدن با ویروس است که با افزایش جریان خون و افزایش درجه حرارت بدن همراه است. واکسن‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که سیستم ایمنی بدن را به همان شیوهی فعال کنند که ویروس واقعی فعال می‌کند، اما بدون آنکه ما را در معرض خطر قرار دهند. با اینکه ایجاد ایمنی بدون عوارض جانبی است، اما برخی افراد پس از واکسیناسیون علائم خفیف تا متوسط را تجربه می‌کنند که طبیعی است، مانند درد در محل تزریق، تب و لرز. این عوارض جانبی معمولاً چند روز است و خود به خود برطرف می‌شوند. واکسن‌ها از ما در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند و احساس عوارض جانبی خفیف یا متوسط پس از دریافت واکسن نشانه کارکرد درست واکسن و سیستم ایمنی بدن ماست.